نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل های شما عزیزان. رضای عزیز از شیراز: خیلی خوشحال شدیم از ایمیلت، منتظر هستیم که با همون شیوهی که خودت گفته بودی پیام های بعدی رو برامون بفرستی. سیمون مرادی: ایمیل قشنگت رسید، ممنونیم و خیلی خوشحال بابت اینکه بیننده پیک شادی هستی. علی آبادی: شعر قشنگ در مورد راه ندادن بازرسان هسته‌ای آژانس توسط رژیم به سایت پارچین به دستمون رسید، خیلی ممنونیم و به شکلی ازش استفاده خواهیم کرد. محمد از استرالیا یک سوال جالب حساب برای سلس دوم مدارس راهنمایی طرح کرده. گفته که 2 متر مربع مقوا داریم، چند امام میتوانیم از آن به دست آوریم؟ دوست گرامی شیرین عکس بزرگراهی رو در آبادان برامون فرستادن که گویا هست. بهرام عزیز کلیپی رو که خواسته بودیم میفرستیم، خیلی ممنون از ایمیل قشنگت. دوست گرامی میترا نوشتن که تازه میفهمیم اصحاب کهف چه حالی داشتند وقتی بیدار شدند و دیدند که پولشان دیگر ارزش ندارد. تنها فرقش این است که آنها 300 سال خوابشان برده بود، ولی ما هر روز صبح این حس بهمان دست میدهد. علی از تبریز: خیلی ممنون بابت ایمیلت. همینطور عسل تبریز: کلیپ زیبات رسید. سولی: افشاگری در مورد وزیر نفت رژیم رو دریافت کردیم، ممنونیم و به شکلش استفاده خواهیم کرد. رضا رستمیان: در مورد سوالاتت که جنبه فنی داشت جداگانه پاسخ میدیم. در مورد درخواستت برای اینکه از ملا حسنی بیشتر طنز داشته باشیم به روی چشم. احمد ولی جاسم: ممنون از ایمیلت. همینطور دوستان گرامی مریم تهرانی، بتا آلفا، شاهین از سمیروم، احمد آباد، سعید صالحی، رها، پاتریس و امین مصطفی، ممنونیم بابت مطالب طنز و کاریکاتورها و نکاتی که برامون ارسال کرده بودید. آدریان ویکتوری: کاریکاتورهات عالی بود. دوست گرامی سیما خواسته بودید که طنز زلال احکام رو بفرستیم، به روی چشم. فریبرز ممتحن عکسی از مجلس رژیم رو فرستاده همراه با پنجره سوال ویندوز که سوال کرده که آیا می‌خواید این رو برای همیشه تو سطل آشغال بندازید؟ جوابش هم که البته 100 بار بله هست.